مثلا دمگی دیگه یعنی 9-15 دقیقه شاسته دیگه. اگر بوگی در افغانستان مثلا مردم اسکرش میگن شما در اروپا مخرین خواب نه مثلا تا 4 ما کار کردم از 4 بجه پاس آمدم که روز کوتا یک فنی ماست پیشینی بخونی خدا قبول کنه یک فنی ما شاری بخونی بعد نان جور کنی بخوری دیگه. از او بعد چی شروع کردم یعنی گندنر قیلک دم ایر مسرزمی کشت کده دی جور کدم نمشه بیندازنی اینا را قیلنم در فریز منو زمستو استفاده نمیگه دیگه. یعنی اش را موشیم ساده از 9 تیر است دیگه. یاش اینی رقم باز یک ذری اینجا هم هشپش تید است خلاصه خیلی باز اینی تو خلطش قیلک دم نوش لامنده خدا برکت چی بیده هشپش تید خیلی دیگه بجم اره دیگه. یعنی رقم باز اگر قنجره مردم بوی میده شما بخورین خواب نید خلاصه اینی رقم کار زیاد است در اروپا به خدا نیتم آدم تمام روز گرفتار است. یعنی امروز ما که از کار اندوم ساعتی 4 بجه بعد از 4 دیگه این میرقم این کارا تا نصف شوره دیگه. این البته از 10 شو بیله خلاصم دیگه. امروزم تاریخ 13 اکتبر دیگه. خدا جانجوری بیده بازم بینگرنی که چیز کار میشه نمیشه دیگه. اینمی کار ممنم دیگه ممنم تو کار منه خلاصه کارا متفاوت است دیگه. رقم کار است زندگی دیگه میچرخه دیگه. کس دلیل نگه که خاطنو در اروپا خواهمونه خواهم خواهمونه تمام روز مصرفیت یعنی میتر خدا شکر که جان جوریه آدم کار کنه یک کمانان پیدا کنه گفته مردم از ممکن کمانان حلال تاک نجار صحت من باشین در مگیشین صحت مندی از خدا میخواد.